الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه سیششوم از آموزش کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد. و در این حلقه دلیل ها یا که اقوال اهل علم را نسبت صدق که شرط سوم لا اله الا الله است به شما ذکر خواهم نمود. در حلقه های گذشته به شما معنای صدق لغتا و اصطلاحاً و اهمیت صدق و دلیل ها از قرآن عظیم و شان برای این که صدق شرط صحت لا اله الا الله است و دلیل ها از سنت اینچنین برای اثبات این که صدق شرط صحت لا اله الا الله است ذکر کرده شد و بیان شد. و اما در این حلقه به شما سخنهای اهل علم را بیان میکنیم که در مسئله صدق از شرط لا اله الا الله بودنش چی گفتند. بربهاری رحمه الله میگویند، بربهاری یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت که شاگرد لالکایی هستند و علمای عصر 3 و 4 هستند. کتاب شرح السنه هم دارند و این کتابشان بینات کتاب عقیده معروف است و از الله دعا میکنیم که روزی به ما نصیب بکند که این کتاب را هم به برادران و خواهران موحد شرح بدهیم. میگویند شهادت ان لا اله الا الله لا تقبل من صاحبها الا بصدق النیة و خالص الیقین. شهادت لا اله الا الله از صاحبش قبول نمی شود مگرم با صدق نیت و خالص بودن یقین. معنای سخن همین است که همان وقت لا اله الا الله یک انسان که نطق میکند قبول می شود و همان وقت در نزد الله سبحانه و تعالی این بنده نجات می یابد که انسان این کلمه شهادتین را و یا شهادت را با صدق گفته باشد، در نیتش در حالت بیان کردن این نطق لا اله الا الله صدق داشته باشد و یقینش خالص باشد. بارک الله فیکم. و این سخنی بزرگی علمای اهل سنت و الجماعت دلالت می کند که وقتی که لا اله الا الله صدق ندارد، خالص الیقین ندارد، این فایده ندارد. یک گفتن لا اله الا الله انسان را نجات نمی بخشد. و البته این گفته علمای اهل سنت و الجماعت رد به این علمای مرجعی عصر حاضر است، یا که امروزه مرجعه ها که میگویند فقط لا اله الا الله گوید کافی هست شد، دیگر نه علم شرط است و نه این چیزای دیگر، همه این گفته ها را این گفته علمای اهل سنت و الجماعت باطل می شمارد. و این چنین علمای دیگری اهل سنت و الجماعت المروزی در کتاب الصلاة ذکر می کنند و الشاهد بلا اله الا الله هو المصدق المقر بقلبه، یعنی شاهد بلا اله الا الله، شهادت دهنده حقیقی بلا اله الا الله همون کسی هست که مصدق باشد، لا اله الا الله را تصدیق بکند و به قلبش اقرار بکند. تصدیق لا اله الا الله البته به عمل بیان میگردد، چرا که ما در حلقه گذشته بیان کردیم که نشان دهنده تصدیق این عمل است، این چنین نشان دهنده یقین عمل است. بارک الله فیکم. زید ابن اسلم ذکر میکنند که لابد ان تعمل عملا تصدق به ایمانک، لازم است که یک عملی را تو انجام بدهی که ایمانت را تصدیق بکند. یعنی وقتی که شهادت لا اله الا الله را به زبان گرفتی، شهادت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را نطق کردی و قبول کردی، باید یک عملی را بکنی که این شهادت را تصدیق بکند. و البته این زید ابن اسلم روایتی که آمده است لالکایی در کتاب اصول اعتقاد تخریج کردند. لالکایی استادی بربهاری هستند و بزرگترین کتاب عقیده اهل سنت و جماعت که از 8 مجلد عبارت است اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت را نوشتند و اولین کتابی
کامل شامل عقیده است و تمام اکثر کتاب‌های عقیدوی به همین کتاب باز می‌گردد. و این چنین امام اوزاعی رحمه الله میگویند: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول ولا يستقيم القول إلا بالعمل ولا يستقيم العمل إلا بالنية فمن آمن باللسان وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة الوثقى. و اخرجه اللالكائي. و این سخن اوزاعی را هم امام الشیخ اللالكائي امام اهل السنه والجماعه در کتاب اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه بیان میکند. یعنی امام اوزاعی میگن که ایمان مستقیم نمی شود مگرم به قول، مگرم به سخن، و سخن مستقیم درست نمی شود مگرم به عمل، و عمل درست نمی شود مگرم به نیت. پس هر کسی که به زبانش ایمان بیاورد و به قلبش اقرار بکند و تصدیق بکند و صدق ذلك و به همین ایمان آوردهش و عمل کردهش را تصدیق بکند، یعنی تصدیق را به چی؟ به عملش بکند. و صدق ذلك بعملی، به عملش همین نطقش را تصدیق بکند، پس این عروة الوثقی است، یعنی بهترین راه نجات او دریافته است. ببینید اسلام چیست، ایمان چیست. این سخن اوزاعی رحمه الله به شما بیان میکند که البته ایمان به زبان، اقرار به قلب و عمل به جوارح. بارک الله فیکم. تصدیق یعنی تصدیق کردن ایمان با عمل. وقتی که شما عمل می نمایید، این دلالت میکند که شما ایمانتان در حقیقت نطقی که به زبان کردید درست است و از نفاق نکردید. و حذیفه بن الیمان رضی الله عنه میگند: النفاق الرجل يتكلم بالاسلام ولا يعمل به. اخرجه الفریابی فی صفة النفاق. حذیفه بن الیمان رضی الله عنه صحابی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، صاحب سر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن نفاق چیست؟ یعنی به نفاق جواب میدن. نفاق میگن این همون است که یک مرد به اسلام سخن کند اما عمل به اسلام نکند. سخنانش سخنان اسلامی است اما عمل ندارد. این نفاق است و این کسی است که صدق ندارد. بارک الله فیکم. و البته حسن بصری هم کبار تابعین میگویند: من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلاف السر والعنان واختلاف الدخول والخروج واساس الكذب. یعنی از نفاق این است که نفاق این است که زبان انسان به قلب انسان اختلاف بکند، پنهانی انسان، سر انسان به آشکاریش، ظاهرش اختلاف بکند. و اساس همه این اختلاف ها این دروغ است، میگن کذب است. کذب یعنی ضد صدق. وقتی که صدق به وجود نآمد، این نفاق به وجود میاد. پس این چونین حسن البصری رحمه الله میگن که النفاق نفاقان، نفاق دو تاست: نفاق تکذیب و نفاق عمل. نفاق تکذیب، نفاقی که دروغ میشمارید، و نفاق عمل. نفاق عمل، نفاق تکذیب چیست؟ یک انسان دین را تکذیب میکرد. اما نفاق عمل چیست؟ نفاق عمل همین است که انسان درونش کفر است، در درونش صدق وجود ندارد، در درونش کذیب هست، تکذیب است، اما ظاهرا عمل مینماید. یعنی این نفاق عمل است که امروز به نهایت وجود دارد، به نهایت زیاد وجود دارد که بعضی انسان ها عمل میکنند به خاطر ملای، به خاطر قوم، به خاطر آبروی، به خاطر ریاست، به خاطر کرسی عمل میکرد، اما دلشون کفر است و صدق وجود ندارد، کذب است. وقتی که صدق وجود نداشت، کفر وجود دارد. پس این نفاق عملی است، به خاطر یک چیز انجام، نه به خاطر الله سبحانه و تعالی. و این روایت را البته ابن بطه در کتاب الابانه ذکر میکند. ابن بطه رحمه الله یکی از علمای اهل سنت و الجماعت در مسئله عقیده کتاب ابانه دارند. بینید کتاب بزرگ است، الابانه، ابانه الکبری و الصغری. البته این روایت را ذکر میکند. و امام احمد رحمه الله ذکر میکنند، میگند الایمان قول و عمل و نیه. ایمان این قول است و عمل است و نیت است، یعنی نیت باید صادق باشد. حافظ ابن حجر رحمه الله میگد صادقا احتراز من شهادت المنافق. یعنی همون وقتی ایمان قول و عمل نیت قبول میشد که صادقانه باشد، و صدق برای این شرط لا اله الا الله ذکر شده است که تا که از نفاق شهادت منافق یعنی از شهادت مؤمن جدا کرده شد. و ابن تیمیه رحمه الله در کتاب تحفة العراقیه ذکر میکنند و میگن الصدق والتصدیق يكون في الاقوال والاعمال ويقال حملوا على العدو حملة صادقة وفلان صادق المحبة. یعنی میگن صدق و تصدیق هم در سخنها و هم در عملها، هم در اقوال و هم در اعمال به وجود می آید.
و گفته می شود، میگند حمله به دشمن کرده شد، حمله صادقانه و فلان انسان در محبتش صادق است. پس میگند برای همین یریدون بالصادق، از کلمه صادق میخواهند که صادق در ارادتش باشد و در قصدش باشد و در طلبش باشد. پس انمین چنین انسان هایی که در ارادش در قصدش صادق است، در عملش هم صادق است. بارک الله فیکم. پس انسان صادق این از منافق دور است. صادق هم در کلامش، هم در سخنش صادق است، هم در عملش صادق است، هم در اراده اش صادق است، هم در نیتش صادق است، هم در قصدش صادق است، هم در طلبش صادق است. ببینید انسانی که صدقش حقیقی است، شرط صدق صحت لا اله الا الله 100% به جا آمده است، و انسانی که صادق است و جمله صادقین است، این انسان در همه کارش صادق و درست و راست است. اما منافق این ضد مؤمن است. منافق ضد مؤمن و ضد صادق است. منافق کسی است که دروغ میگوید، در سخنش دروغ میگوید، در عملش دروغ است، عملش ظاهرا است، باطنش کفر است و دروغ است، نیتش دروغ است، قصدش دروغ است، اراده دروغین دارد و همیشه صحبتش از دروغ است و عملش هم عملی دروغین است، برای خاطر مردم، برای نشان دادن انجام داده شده است. سبحان الله. و البته این سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه بینوش سخنی بزرگ است و آشکارا بیان میکند که صدق چیست و کذب چیست، و بیان میکند که صدق این شرط قبول لا اله الا الله است. همان وقت لا اله الا الله صحیح است، همان وقت قبول میگردد که صدق وجود داشته باشد. صدق وجود نداشته باشد لا اله الا الله صحیح نیست. وقتی که لا اله الا الله صحیح نشد لا اله الا الله قبول نیست. پس در جای دیگر شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموع الفتاوا ذکر میکنه، آمده است که والصدق هو فی الحقیقه تحقیق الایمان والاسلام. صدق این در حقیقت تحقیق ایمان است و اسلام است. فإن المظهرین للاسلام ينقسمون لمؤمن و منافق والفرق بینهم فی الصدق. یعنی کسانی که خودشان را به اسلام آشکار میکنند، ظاهر میسازند، یعنی کسانی که خود را مسلمان ظاهر میکنند، به دو قسم تقسیم میشوند، مؤمن و منافق. و بین مؤمن و بین منافق جدا کننده این فقط صدق است. یعنی صدق همین مسلمان ها را به دو قسم تقسیم میکند، به مؤمن و به منافق. کسی که صدق دارد مؤمن است، کسی که صدق ندارد منافق است و لا اله الا الله قبول نیست. و البته این سخن دیگری شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت، که آشکار دلالت میکند که صدق شرط صحت قبول لا اله الا الله است. و ابن رجب در کلمة الاخلاص این چنین ذکر کردند که صدق این شرط قبول لا اله الا الله است و میگویند فاما من دخل النار من اهل هذه الكلمه فلقلة صدقه في قولها. یعنی پس اما میگویند هر کسی که به دوزخ داخل می شود از اهل این کلمه لا اله الا الله، به سبب این که پس به سبب کم بودن صدقش، یعنی هر کسی که موحد باشد اما صدقش کم باشد داخل دوزخ می شود. زیرا ما بیان کردیم صدق، البته علم و یقین و صدق همه اینها رکن دارد که وقتی که نابود شد انسان کافر می شود، و درجه ها دارد، یعنی اصل دارد و کمال دارد. اصلش وقتی که نابود شد انسان کافر می شود، وقتی که درجه ها کامل شویش، مکملاتش، کمالاتش نابود شد، ضعیف شد، یعنی صدق اصلش هست اما کمی ضعیف است، در این حالت البته موحد هم به سبب ضعیف بودن صدقش و یقینش و علمش داخل دوزخ خواهد شد. خیلی که ابن رجب حنبلی در کتاب الاخلاص، کلمة الاخلاص ذکر می نمود. پس میگن که فإن هذه الكلمة، پس میگن البته انمین کلمه اذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله سبحانه و تعالی. اگر انمین کلمه توحید در حقیقت صادقانه گفته شود، صادقانه به وجود آید، قلب را از تمام غیر الله پاک می سازد، از سوى الله، از غیر الله پاک می سازد. پس هر وقتا که در قلب انسان اثر از غیر الله به وجود می آید،
باید دانسته شود که از کم بودن صدق است، از کم بودن صدق در قول یا در عمل است. سبحان الله. یعنی ببینید چقدر قلب انسان به الله تکیه بکند و از غیر الله دور بشود، رزق را از غیر الله نداند، عمر را از غیر الله نداند، بلا و ضرر را از غیر الله نداند، همیشه همه چیز را از الله داند، از دلش غیر الله را، تعلق به غیر الله را نسبت کند، به هیچ کس تعلق تکیه نکند، فقط به الله تکیه بکند، پس این دلالت میکرد که این قلب صدقش کامل است، پر از صدق است. اما قلبی که به غیر الله باز به چیزی دیگر کمی تکیه میکند، کمی تعلق دارد، کمی اعتماد به کسی دیگر میکند، به چیزی دیگر میکند، یا در رزقش یا در زندگیش یا در چیزی دیگری به غیر الله کمی تکیه میکند، این داند که از سبب ضعیف بودن صدقش و از سبب نابودی صدقش است. سبحان الله. چقدر صدق انسان از قلبش ضعیف شد، همان قدر انسان به غیر الله تکیه میکند و در قلبش غیر الله با چیزی دیگر وجود دارد. سبحان الله. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، ببینید که فایده آموزش توحید به من شما چرا میزد؟ فایدهش این است که به غیر الله به کسی دیگر تکیه مکن، در قلبت باید فقط الله باشد. تمامی چیزهایی که در این دنیا وجود دارد و به وقوع می پیوندد و تمامی حادثه ها را از الله بدان و تمامی بلا و مشکلی و تمامی مصیبت را از الله بدان، تمامی نیکی و بدی را از الله بدان، در تمامی کوچکترین و بزرگترین کارت تکیه به الله بکن و غیر الله در قلب چیزی دیگری ندار. انا این توحید است، انا این صدق است و شرط لا اله الا الله صدق به من شما همین را می آموزد. پس اگر همه مؤمنان این طور باشند، سبحان الله، چقدر امت اسلام قوی می گردد، چقدر امت اسلام ثابت قدم می گردد. پس ومن صدق في قول لا اله الا الله لم يحب سواه ولم يرج سواه ولم يخش احدا الا الله ولم يتوكل الا على الله. الله رحمتت کند تو را ابن رجب حنبلی که چقدر سخن زیبایی گفته ای. در دوام سخنشان میگویند هر کسی که صدق را در گفتن لا اله الا الله به جا بیاورد، هر کسی که به لا اله الا الله گفته‌اش تصدیق داشته باشد، صدق حقیقی داشته باشد، غیر از این کلمه دیگر چیز را دوست نمی‌دارد، بغیر از این کلمه از دیگر چیزی نمی‌ترسد. یعنی غیر از الله یگانه، از غیر الله از هیچ کسی نمی‌ترسد و به هیچ کسی توکل نمی‌کند بجز الله سبحانه و تعالی. یعنی برادرم و خواهر بزرگوارم، اگر این نطقی که تو کردی که لا اله الا الله بود صادقانه باشد، همین نطقی کرده را در حقیقت تصدیق کرده باشی، بدان که غیر از الله دیگر کسی را دوست نخواهی داشت، غیر از الله، غیر از رسولش و غیر از دینش و غیر از کلامش دیگر کسی را دوست نخواهی داشت و غیر از الله از کسی دیگر و از چیزی دیگر نخواهی ترسید. ولم یخش احدا الا الله، از هیچ کسی نمی ترسی مگرم از الله رب العزت و الجلال و به هیچ چیزی توکل نمی کنی بجز الله رب العزت و الجلال. تکیه‌ات به الله است در مشکلیت و در بلایت، در تمامی نعمت و خرسندی و آفت و بلایت. انمین تصدیق است و انمین صفتی موحد است و انمین انسان را موحد گفته می شود. اما کسی که موحد نیست این چیز صفتها را ندارد. بارک الله فیکم. چقدر سخنی قوی و چقدر سخنی منهجی و چقدر کوتاه و مختصر و پرمعنا و روح نشان دهنده. برای همین علما میگن قرآن و سنت را به فهم علمای امت بفهمید. و این چنین ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتاب ایمان اوسط خود ذکر میکنند و میگویند و اساس النفاق الذي بني عليه المنافق لا بد وأن تخلف سرته وعلانيته وظاهره وباطنه ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق. قال تعالى
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگویند و اساس منافق آن است که نفاقش بر بالای این بنا شده است که، یعنی منافق نفاقش از کجا پیدا شده است؟ به بالای این بنا شده است و از اینجا پیدا شده است که درونش مخالف به بیرونش میکند، ظاهرش مخالف باطنش است و باطنش و درونش مخالف بیرونش است. برای همین است که الله رب العزت و الجلال این منافقان را در کتابش وصف به موصوف به کذب کرده است. اینها را دروغگویان، دروغچیان و دروغان بیان کرده است و خیلی که مؤمنان را وصف کرده است به صدق. گفته است مؤمنان صادقانند، منافقان دروغگویانند. یعنی کسی که صدق ندارد این دروغ است، دروغ دارد، کذب دارد، و کسی که کذب دارد منافق است. و الله رب العزت و الجلال گفته است ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، و برای اونها عذاب دردناک است به سبب آنچه که دروغ شماریدند. یعنی وقتی که تصدیق نکردند و دروغ شماردند به عذاب گرفتار شدند و این صفت منافقان است. و الله منافقان را بیان کرده است که اونها دروغ گویانند، دروغ شمارانند. و اما مؤمنان را گفته است والله یشهد. البته الله منافقان را صفات صدقش را بیان کرده است، ما به شما بیان کردیم. و البته اینچنین منافقان را بیان کرده است و گفته است الله والله شهادت میدهد، الله شهادت میدهد که البته منافقین حتما دروغ میگویند، دروغگویانند، دروغینند و دروغ عمل کنندگانند. سبحان الله. پس این آیات و این گفته علما دلالت میکند که علمای اهل سنت و الجماعت همه از قرآن و سنت فهمیدند که صدق این شرط صحت لا اله الا الله است. و این چنین امام قرطبی در مفهم میگویند صدق القلب تصدیقه الجازم بحيث لا يخطر له نقيض ما صدق به وذلك من برهان فيكون عالما. البته میگویند صدق قلب این تصدیق کردن جازم همچنانه که یگان کمترین نقض صدقا وجود نداشته باشد، یعنی صدق حقیقی باشد. و ابن تیمیه رحمت الله در کتاب منهاج السنه و رد علی الجهمیه و الرافضه والجهمیه ذکر میکنه که الصدق قد يراد به الكامل في الصدق و قد يراد به الكامل في التصديق. صدق او الصدیق یا که الصدیق در بعضی حالتها از این کلمه کامل در صدق را فهمیده می شود و در بعضی حالتها مراد از این کلمه کامل در تصدیق را فهمیده می شود. یعنی صدق و تصدیق چی است؟ الصدیق دو معنی دارد. در بعضی حالتها کامل فی صدق، خود انسان در صدقش کامل است، در عملش در صدق لا اله الا الله کامل است خودش. و در بعضی حالتها الصدیق گفته انسان چیزی حق را تصدیق میکند، این را میگن. بارک الله فیکم. الصدق و التصدیق. و ابن القیم الجوزی شاگردی و یکی از بزرگترین شاگردان کبار تلامید ابن تیمیه رحمه الله میگویند و الصدق بالاعمال الظاهره والباطنه و صدق هو مقام الاسلام والایمان. صدق با عملهای ظاهر و باطن می شود و صدق این مقام اسلام و ایمان است. ببینید بارک الله فیکم، علما صدق را مقام بالاترین ایمان و اسلام ذکر کردند. و این چنین ابن القیم الجوزی در مدارج السالکین خود ذکر میکند اعلى مراتب الصدق الصدیقیه و هي كمال الانقياد لرسول صلی الله علیه وسلم مع كمال الاخلاص للمرسل. بارک الله فیکم. ببینید بالاترین مرتبه صدق و صدیقیه این کمال انقیاد است، یعنی کمال پیرو شدن و پابرجا شدن و اتباع رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کردند با همراهی کمال اخلاص به مرسل، یعنی قرآن و سنت. بارک الله فیکم. این سخن ابن القیم الجوزی هم به ما میفهمد که بالاترین درجه صدق و صدیقی این پیرو شدن به رسول الله است. وقتی که 100% انقیاد به رسول الله میکنیم، پیروی حقیقی به رسول الله میکنیم، به گفتهشون عمل میکنیم، این دلالت میکرد که ما صدق را به انجام دادیم. بارک الله فیکم. و این چنین در مجارج سالکین
با در جای دیگرش ابن القیم الجوزی ذکر میکنند و میگند الایمان اساسه الصدق و النفاق اساسه الكذب. اساس ایمان این صدق است و اساس نفاق این کذب است. و الصدق تمیز اهل النفاق من اهل ایمان. صدق این چیزی است که اهل نفاق را از اهل ایمان جدا میکند. برادرم و خواهر بزرگوارم، بفهمی که در نزد تو کی هست، خواهی که بدانی که این انسان ها چگونه انسان هستند، به صدق اونها نظر بکن. وقتی که صدقش وجود دارد، صدق عملی در اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم صادق است، در عملهایش صادق است، در نطقش صادق است، عملش تصدیق میکند، بدون که این صادق است و این مؤمن است و این دوست توست. اما ببین که وقتی که دیدی که این یک انسانی که در نزد تو است، در پهلوی تو است و دوست تو است، صدقش وجود ندارد، عملی حقیقی ندارد، اتباع پیامبر صلی الله علیه و آله نمی شود، تعصب دارد و گفت دیگران را از گفت رسول الله پیش میگیرد، یا که عمل خوب دلکش ندارد، عملش که موافق قرآن و سنت نیست، بدون که این صدق ندارد و این کذب دارد و این از اهل نفاق است. سبحان الله. و این البته قاعده بزرگ را ابن القیم الجوزی برای جدا کردن انسان صادق و کاذب گذاشتند. و امروز چقدر انسان هایی هستند که خود را صادق میدانند، اما وقتی که سنت رسول الله را به اونها بیان میکنید، اونها نفرتشون میاد. چقدر انسان هایی هستند که خود را از جمله صادقین، راستین مینامند، اما وقتی که از معنای لا اله الا الله میپرسید تماما خبر ندارند. وقتی که میبینید شرک را انجام میدن، وقتی که میبینید موالات و دوستی با کفار دارند، وقتی که میبینید از مسلمان ها براءت میجویند، ولو براءشان برعکس است، باید با مسلمان ها دوستی میکنند اما اینها با کفار دوستی میکنند و از مسلمان بیزاری میجویند. و چقدر کسان هستند که خود را صادق میگن، وقتی که توحید را میرسانید، وقتی که کفر بر طاغوت را میرسانید، وقتی که مسئله تکفیر را به اونها بیان میکنید، اونها نفرتشون میاد و از این روی میگردند. پس دلالت میکرد که اونها صادق نیستند. بارک الله فیکم. و اونها در دلشان نفاق وجود دارد. و این چنین ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین ذکر میکنند فإن الصادق مطلوبه رضا ربه و تنفيذ اوامره و تتبع محابه لا يطيقه الا اصحاب العزائم. سبحان الله. پس میگند البته صادق، یعنی انسان صادق، مقصدش و مطلوبش این رضاگی ربش الله رب العزت و الجلال است و به وجود آوردن تنفیذ امرهای الله است و پیرو شدن به دوست داشته های الله است. و به همین صدق هیچ کس طاقت کرده نمیتواند مگرم صاحبان عزائم، یعنی عزائم کسانی که قصد حقیقی دارند و کسانی که در حقیقت دین را حقیقی و صادق کردند. پس بارک الله فیکم. برادرانم و خواهران عزیزم، از جمله صادقان باشید. خود را، قلب خود را، زبان خود را، تمام اراده و نیت و قصد خود را به صدق پور و پر نور بگردانید و خود را صادق و صادقین و اهل عالی خود را به صدق تربیت نمایید. و همین صدق است که امروز بسیاری از امت محمد صلی الله علیه و سلم از این بزرگترین چیز و شرط لا اله الا الله دورند. و همین صدق است که من شما را بار دیگر زنده میگرداند. پس بارک الله فیکم. راه نجات صدق است و از الله رب العزت و جلال طلب می نماییم و دعا میکنیم که الله ما را از جمله صادقین و از جمله مخلصین و از جمله کسانی بگرداند که ظاهرمان به باطنمان و باطنمان به ظاهر